الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما طالب علمان أهل السنة والجماعات نه از گروه سلفی های مدخلی که البته اونها صدقه سلفی شوند، سلفی نیستند، که خود را سلفی میگویند و مدخلی هستند، نه از اونها هستیم و نه از حنفی های متعصب هستیم و تعصب میکنیم و از معترضی اشعری کلامی هستیم و نه از صوفی ها هستیم و نه از رافضه پرستان هستیم و همکاری با رافضه میکنیم و نه همکاری به یگان حکومتی کافری داریم، به یگان حکومتی از حکومت هایی که کافر است یا که با کافرها رابطه دارد به اونها لشکرم نیستیم، به اونها همکاری هم نمیکنیم، اونها رو هیچگاه صفت خوبش هم بیان نکردیم. و البته ما سپریم، یعنی بدترین انسان هایم نسبت رافضه، یعنی رافضه رو به نهایت بد میبینیم، چرا که الله و رسولش اینها رو بد اعلان کرده است. پس ما جوانان اهل سنت و الجماعت هستیم که ما منهجمان قرآن و سنت است به فهم سلف امت. پس در منهج ما چرا حزب نهضت اسلامی، نه فقط حزب نهضت اسلامی، تمام حزب هایی که حالا در عصر معاصر همچون حزب های اسلامی معروف شده اند، خواه در تاجیکستان باشد یا ترکیه یا که در بنگلادش یا که در مالزی، همه این حزب ها، یا که در مصر اخوان المسلمین یا که حزب التحریر در مرکز اساسش اصلش در فلسطین، همه این حزب هایی که به اسلام خود را نسبت دادند، همه اینها مطلقاً مرجئه هستند. دلیل بیارد، دلیل از قرآن و سنت بیارد. برادر عزیزم، وقتی که شما قرآن و سنت رو میفهمیدید، برای شما آیات های الله رب العزت و الجلال و عموم زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کافی بود. الله در قرآن عظیم الشان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الحکم الا لله. حکم صاحبش فقط الله هست و این دنیا باید تطبیق شریعت کرده شود. الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکند فلیحکم بما انزل الله، حکم کن به آن چیزی که الله به تو نازل کرده است، به قرآن. سود کن، یعنی سودت، حکمت، دستورت، قانون دولتت باید حکم قرآن و سنت باشد، حکم شریعت باشد، خواست الله باشد. و این چنین آیات های دیگر در سوره نساء الله سبحانه و تعالی خبر می دهد که هر کسی که مسلمان هست و می خواهد که مؤمن مسلمان استد، باید به قرآن و سنت حکم و تحکیم بکند، تحکیم و شریعت. برای همین است که میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. فلا وربک، الله به نام خودش قسم خورده شده است که میگه که قسم به ربت ای محمد صلی الله علیه و سلم که مؤمن نمی شوند تا همان زمانی که به تحکیم شریعت، به قانون شریعت، به خواست شریعت چی کنند؟ قانون گذاری بکنند، اداره دولت داشته باشند. همون گروهی که خود را مسلمان میداند و اما با قانون غیر اسلامی، تطبیق غیر اسلامی، خواه دموکراتی باشد خواه غیر دموکراتی، این کفر است و این انسان هایی که این عمل را انجام میدن کفر است. برای همین ما دموکراتی را کفر میگیم و این معروف است و این به اجماع علما هست. البته به انسان های جاهل وقتی که اجماع میگه این یک بازی هست، لیکن ما میگیم قوی ترین دلیل این اجماع است در نزد اهل سنت و جماعت، برای اینکه یگان احتمال وجود ندارد همه علمای اهل سنت و جماعت در این مسئله اتفاق کردند. نظر کنید به کتاب امام نووی در شرح صحیح مسلم، نظر بکنید در کتاب ابن حزم، نظر کنید در کتاب شیخ الاسلام تیمیه، نظر کنید ابن القیم الجوزی، نظر کنید به کتاب های مذهبی حنفی از شاگردان ابو حنیفه که کتاب سیاست شرعی اولین کتاب دانستند ابو الحسن شیبانی. همه اونها میگویند که
اجرا کردن و کنترل کردن جمعیت ها و دولت ها به قانون غیر اسلامی کفر است. برای همین است که شیخ الاسلام ابن تیمیه با جمع از علما حکم دولتداری مغول های چنگیزخانی که در همون عصر و زمان، در عصر 7 در زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه اداره میکرد، قسمی از دولت های اسلامی را و حتی عراق را به ضبط خود در آورده بود، حکمش را حکم کفر ماندن. چرا که دولت چنگیزخان، دولت مغول ها، اینها 30% از شریعت یا 40% از شریعت حکم را گرفته بودند. یعنی دستور اونها، قانون اونها، سرقانون اونها و غیر قانون ها اینها 40% از اسلام بود. از حاضر نقشه این حزبی ها هزارها بهتر بود و 30% یا که تقریبا 25-30% از اهل کتاب و یهود و نصارا بود و باقی ماندهش از فکر اندیشه خودشون بود. برای همین تمام علما اجماع کرده بودند که این کفر است. برای همین الله میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. همان وقت انسان مؤمن می شود که در حالتهای کنترل، در حالتهای قضا کردن، در حالتهای سود کردن باید که به حکم رسول الله صلی الله علیه و و به حکم الله چی بکند؟ حکم بکند، سود بکند، قضا بکند. و بعد از این ثم لا یجد فی انفسهم حرجا، و بعد از این به همین حکم حرج، ناراحتی، اضطراب، ناخواهشی، بدبینی در دلشان جای نیابد. و یسلموا تسلیما، و بعد از این 100% به همین حکمی که از جانب الله رسول الله آمده است تسلیم بشوند، خرسند بشوند. برای من علما میگن در این وقت الله سبحانه و تعالی سه مسئله رو ذکر کرد. مسئله اول تحکیم به شریعت، بعد از این به همین در دل یگون مشکلی ایجاد نکردن، ناراضگی ایجاد نکردن. بعد از این سیون درجه مؤمن کامل همون مؤمنی که به همین تطبیق شریعت خرسند می شود. اما کسی که تطبیق شریعت کردن نمی خواهد یا که مقصدش و منهجش تطبیق غیر شرعی است، فرق ندارد که این یک مدت معین است، 1 روز است، 10 روز است، حالا وقت نداریم، حالا ما ضعیف هستیم، این خیلی سخن در نزد اهل سنت و جماعت قبول نیست. ضعیف هستی نیستی، کوشش بکن که با تطبیق الله بکنی. اگر نکردی با تطبیق غیر الله نکن، صبر بکن و هجرت بکن به جایی که در اونجا با تطبیق الله زندگی کردن ممکن است. الله المستعان. پس این به اجماع علما از خیلی که ابراهیم آل الشیخ، یکی از علمای بزرگی، البته پیش از این فتنه های مرجعه پیدا شده، استاد ابن باز، یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و جماعت که ارجاع در این علما دیده نشد، این علما ذکر میکنند از سخنهای محمد ابن عبدالبر و از سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه و از سخنهای علمای بزرگ سلف که این منهج قرآن و سنت است و در تمام تفسیرها نظر میکنید که همینچنین نوشته شده است. تفسیر تبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی چیزی نباشد. پس در اسلام مسئله تحکیم شریعت یعنی با قانونگذاری شریعت حکم کردن، این مسئله اولین درجه می استد که در این مسئله بخشش وجود ندارد، فقط کفر است و کفر است. عذر به جهل وجود ندارد در این مسئله. این مسئله عادی نیست. به خاطر این همه صحابه ها وفات کردند و به خاطر این رسول اکرم صلی الله علیه و آله 23 سال آمدند. بارک الله فیکم. پس یک جماعت بیاید خودش را به اسلام نسبت بدهد و بعد از این مقصدش این با راه دموکراتی که چند سال بودنش معلوم نیست خواهد که اسلامی سازد، این دروغ است و این باطل است و این کفر است. هیچ کسی با راه کفر نمیتواند که اسلام را چی بکند؟ آشکار بکند، فقط با راه منهج قرآن و سنت. و بعد از این آیت دیگر آمده است که حتی خواستن اراده کردن حکم کفری، حکم وضعی، حکمی که بشر گذاشته است، همین رو هم تو خواستن یا که همین رو بهتر گفتن یا عادل گفتن یا در بعض حالات جایز گفتن، این کفر اکبر است، شرک اکبر است. یعنی مسئله یگان اختلاف وجود ندارد، اتفاق 4 مذهب، اتفاق تمام علمای اهل سنت و جماعت که آدمی بصیرت دار خردمند و طالب علم اگر مرجئه نباشد یا اگر فروخته شده و حکومت پرست نباشد میفهمد، از این چیز معلوم است.
الله سبحانه و تعالی در سوره نساء است، والله اعلم اگر خطا نکنم، الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ای پیامبر صلی الله علیه و آله میگه آیا تو ندیدی به همون کسانی که میخواهند که با حکم غیر الله و رسولش، یعنی با حکم بشر حکم بکنند، قانون گذاری بکنند، در حالتی که الله امر کرده بود که به حکم غیر الله و رسولش کفر ورزند. برای اون که حکم غیر الله و رسول این طاغوت است. به طاغوت ما وظیفه دار واجب هست که ما مکلف هستیم که کفر ورزیم. چه که الله در قرآن عظیم الشان میگه و من یؤمن بالله، و هر کسی که به الله ایمان بیاره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله میگه بخشش و من یکفر بالطاغوت، و هر کسی که به طاغوت کفر میورزد. طاغوت چیست؟ طاغوت همان چیزی که غیر الله پرسته میشد. فرق ندارد که در عبادت باشد، در سجده باشد یا که در حکم باشد. حکم هم مثل این عبادت است، نه فقط مثل عبادت، بزرگترین عبادت است. انجام دادن و تطبیق حکم الله بزرگترین عبادت است که مردمی امروزه عامه مردم اهل سنت و الجماعت طرف ما، منطقه ما و اکثر عالم از این بیخبرند. چرا که مرجئه ها غلبه کردند، صوفی ها غلبه کردند، رافضه ها غلبه کردند. کافرها به واسطه این مرجئه ها امت را از این یک منهج بزرگ جدا کرد و ما را خوار و ذلیل کرد. پس علما میگویند به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه که هر کسی که در دولت اسلامی زندگی کند که این دولت 100% تطبیق شریعت شود و در درون همین دولت یگان تطبیق شریعت رو بیند، به مانند رجم یا که در زدن یا که دست بریدن رو بیند و دلش ناراحت شود و گوید که سبحان الله این چیزی بد است، مگر همون حکم های انسان ها گذاشته که کمی رحم دارد خوب نیست. اگر به فکرش همین آید اراده بکند، اراده کفر، یعنی حکم غیر الله را افضل کمی داند یا که اراده کند، یعنی خواستار حکم غیر الله بکند در یک مسئله ما، انا این کافر شده است، مرتد شده است، از اسلام برآمده است. توبه میکند، اگر توبه نکرده به دست غلطت، این حکمش از نظر 4 مذهب قتل است. این مسئله با میگه مسئله آشکار و روشن قطعی هست. برای همین علمای اهل سنت و الجماعت میگویند که حکم غیر شرعی رو انجام دادن، یعنی به قانون بشریت، به قانون دموکراسی، به غیر این قانون غیر قرآن و سنت، به غیر قانون شریعت اداره کردن مکان، اداره کردن مقصد دولت، به همین یا راضی شدن یا که یک وقت معین، 1 سال 2 سال 1 ماه نیم ماه همین رو تطبیق کرده، بعد از این به قرآن آهسته میگذاریم. گفتن مثلا اول کمتر حجاب اجازه میتیم، بعد از این ریش اجازه میتیم، بعد از این کمتر اول 10%، 20%، 100% آهسته میریم. گفتن این همه سخنهای کفر است و 100% صاحب این عقیده کافر است. فرق ندارد که و نماز میخواند، روزه میدارد، هیچ چیزی نیست، مشکل نیست. بسیار مسلمان‌های خود را بسیار انسان‌هایی که خود را مسلمان میگن در حالتی که کافرند. نماز خواندن فقط این اسلام نیست برادر عزیز. روزه داشتن اسلام نیست. تبسم کردن برای مسلمان، چه خیلی که فقط حزبی ها تبسم میگویند، این چنین نیست. مقصد اساسی اسلام این تطبیق شریعت است. برای همین میگویند علما که هر کسی که تطبیق غیر شرعی را انجام داد، یک لحظه باشد هم، اگر گوید که تطبیق غیر شرعی این قانون‌های وضعی گذاشته شده مردم از قانون شرعی افضل است، این 100% کافر است و مرتد است. اگر خود را مسلمان گوید هم حج کند، عمره کند، چیزی نکند. یا که اگر بگوید که افضل نیست، برابر است، یعنی قانون انسان هم کنید ممکن، قرآن و سنت هم کنید ممکن، اختلاط هر دوش آهسته، مصلحه و مفسده شرایط و زمان بدیده کدومش ما اول وازمینیم، این چون این عقیده دارها هم مرتد و کافر است، فرق ندارد. گرچنده که نماز میخواند، چیزی بکند، خودش را مسلمان میگه، مؤمن میگه، چیزی بکند. سیوم کسانی میگن که به قانون غیر قرآن و سنت، به قانون وضعی بشر گذاشته به مانند دموکراسی یا دیگر قانون ها
عمل کردن جایز نیست، حرام است، لیکن ما مجبور هستیم. ما میدونیم که این کفر است، لیکن ما مجبور هستیم، دیگر علاجی نداریم. ما آهسته آهسته با همین راه بعد از 10 سال 5 سال تطبیق شرم میکنیم این کفر است و این 100% صاحبش از اسلام برآمده است. فرق ندارد که وی علامه هست، ملا هست، کسی نباشد. من سخنی حق اهل سنت و جماعت و نه این سخن و نه این سخن، یعنی این سخن الله و رسولش که از سخنهای الله و رسولش به شما گفته شده است. و البته آیات های قرآن آشکار آمده است. چرا من این آیات های آشکار قرآن رو که در سوره نساء 65 والله اعلم آمده است کمی آخرتر میگم، 3 آیات: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کسی که به حکم الله حکم نکند اونها کافرانند. هر کسانی که به حکم الله حکم نکند اونها فاسقانند. هر کسی که به حکم الله حکم نکند اونها چی هستند؟ ظالمانند. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. چرا من این آیات رو در آخر گفتم؟ لیکن اصلی دلیل ما همین هم هست. از همه دلیل بزرگتر همین است. لیکن مرجئه ها این آیات رو معنیش رو به امت اسلام بیچاره خطا فهمانیدن. گفتن که این معنیش کفر اکبر نیست، معنیش کفر اصغر است، گناه کبیره است. یعنی هر کسی که به تحکیم غیر الله، یعنی به قانون غیر قانون الله، به قانون بشریت، به قانون دموکراتی، کمونیستی، چیزی نباشد، به قانون انسان ها اگر حکم بکند، این کفر است. لیکن کفر اکبری که انسان رو از اسلام بیرون میکند این نیست. گفتن که این کفر اصغر است. گفتند یعنی کفر معده است. کفر معده به مانند نوشیدن شراب، زنا کردن که آدم رو کافر نمیکند. گفتند که این البته تهمت به قرآن است و تهمت به الله رب العزت و الجلال است و تهمت به سلف این امت است. و این مسئولیت رو البته در نزد الله به این سخنهای هم جواب میتیم، برای که این سخنهای من سخنهای علما است و از سخنهای صحابه است. اما البته مرجئه ها به مانند حزبی ها، اخوانی ها، نهضتی ها، علمانی های لشکرهای اردوغان، شاگردای اردوغان یا که دیگر تمام حزبی ها دلیل دارند. دلیلشون این است که میگن که ابن عباس این سخن رو گفته است. وقتی که این آیه نازل شد که قرائت کرده شد در نزد ابن عباس که آنانی که به حکم قانون غیر الله حکم نمیکنند اونها کافرند، ابن عباس گفت این حکم کفر دون الکفر، یعنی کفری که کفر نیست. یعنی چی گفتن؟ کفر مایده است، کفر اکبر نیست، کفری که آدم رو فقط گناهگار میکنه. به مانند کفر نعمت است. سبحان الله. علما میگن که این روایت از ابن عباس رضی الله عنه ضعیف است. نه فقط ضعیف است، ضعیف گفتن غلط است، باطل است و موضوع است. برعکس از ابن عباس در مصنف عبدالرزاق و حتی در بعضی از دیگر سنن و مسند احمد و تمامی علما صحیح میکنن این روایتی که حالا ما میبریم. اومده است که ابن عباس میگن که این کفر اکبر است. یعنی این آیت مقصدش کفر اکبر است. یعنی کسی که به قانون و به خواست و به گذاشته و به فکر و اندیشه و به قانونهای دستورهای غیر اسلامی حکم میکند این کافر است، فرق ندارد. این چنین جمعیت، خواستار این چنین جمعیت با تمام نمودهایش که ذکر کردیم کافر است. الله المستعان. البته این ما چی میگیم؟ تمام انسان هایی که در همین جمعیت هستن کافر هستن یا نیستن؟ در حالت تطبیق البته در حالت تطبیق ما میگیم که البته انسان ها تقسیم میشن، لیکن اکثر اینها کافر هستند. اما پیش از تطبیق در حالت اراده، در حالت حرکت کردن برای تطبیق همین چیز، غلبه کردن و به دست گرفتن همین چیز، ما میگیم که رؤسا و بزرگانش کافر است. لیکن کوچکایی که به علم است و علم ندارد اینها رو حکم به جهل میتیم. لیکن باید توبه کند و بعد از رسیدن حجت، البته بعد از اینکه دلیل به اونها رسید، اینها هم حکم کفر رو میگیرد. فرقی نداره کی هست. باز میگیم کی هست، نماز میخوند نمیخوند، حج میکند نمیکند، این چنین چیزها نظر کرده در این نمیشد، برای اینکه از همه چیزی مسئله بزرگ همین تحکیم است. بارک الله فیکم. و چخیلی که گفتیم ابن عباس میگوین که این سخنی که الله گفت مقصد الله، این سخن ابن عباس است، این است که کفر اکبر است. این مسئله کفر اکبر است. خیلی که من گفتم در مصنف عبدالرزاق علما صحیح رو صحیح میدونند و این روایت رو صحیح میدونند. و دومین، ما طالب علم ها زبان گراماتیک عربی میخونیم، نحو،
چرا نحو میخونیم؟ شما گمان میکنید برای اینکه ما میخونیم که خود را اثبات بکنیم که ما عالم هستیم، زبان زیبا داریم؟ نه، برای اینکه اثبات معنای حقیقی درست قرآن رو فهمیم یا اثبات بکنیم، معنای حقیقی معنای صحیح قرآن رو اثبات کنیم، خارج کنیم، بیان بکنیم. در گراماتیک زبان عربی قاعده است هر یک کلمه کفر و شرکی که در قرآن آمده است و در پیشش الف و لام دارد، این دلالت به حکم اکبر، کفر اکبر بدان میکند. بیاید نظر بکنیم به این آیت سوره نساء: و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. آمده است، هم تو کافرون عادین آمده است. شیخ ابراهیم آل شیخ محمد بن عبدالوهاب و تمام علمای اهل اسلام و تمام علمای لغت نحوی اهل اسلام میگن که در اینجا که آمد، کلمه الکافرون معنای کفر اکبر را میدهد. یعنی هر کسی که خاص خواهد یا تطبیق کند به حکم غیر ما انزل الله، به حکم غیر الله، فرقی نباشد که این کی است، این کافر است و کفرش کفر اکبر است و از اسلام خارج میشود. فسق در این آیاتی که در دیگر آیات فسق اومده است، فسق اکبر است. فسق اکبر این کفر است. خیلی که ما در حلقه های عقیده بیان کرده هستیم، حالا وقت حاجت به یعنی وقتی وسیع نداریم و حاجت به بیان هم نیست. و این چنین ظلم اکبر این شرک است. خیلی که الله سبحانه و تعالی مشرکین رو همیشه ظالمون میگفت. بارک الله فیکم. و سومین سخن این است که علما میگن که اصل قرآن وقتی که کافرها رو بیان میکند همیشه کفر اکبر رو در نظر دارد، همیشه کفر اکبر رو در نظر دارد. ما این کفر اکبر رو همون وقت به کفر اصغر میگردونیم که دلیل صحیح از قرآن، دلیل صحیح بخشش از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده باشد. برای اینکه ما از پیش خود، از عقیده خود، از اندیشه خود کسی نباشیم، فرقی ندارد یگان عالم و یگان کسی نباشد، نمیتواند که قرآن رو معنی بدهد، نمیتواند که قرآن رو معنی غیر ظاهرش بدهد. برای همین است که صحابگان از این معنی آیات همین رو فهمیدن که هر کسی که تطبیق غیر شریعت میکند یا خواست همین راه رو میخواد، این کفر است. برادر عزیزم، پس ببینید که مسئله شوخی نیست و برای همین است که ما میگوییم برای موحدان توحید برای ما رسیده است که توحید سه قسم است: توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات. درست است، بعضی از علما در زیر توحید هم الوهیت و هم ربوبیت و هم اسماء و صفات توحید حاکمیت وجود دارد میگن، لیکن این چیز به اکثر مسلمان ها نرسیده است. ما میگیم توحید 5 قسم است. توحید الوهیت یگانه پرستیدن الله، عبادت کردن به الله که معروف است، در حلقه های درسی وجود دارد. یا که توحید ربوبیت یگانه آفریدن الله، رزق دادن الله. توحید اسماء و صفات یگانگی الله رب العزت و الجلال به نامهایش و صفاتهایش که هیچ شریکی ندارد در این. و توحید حاکمیت، توحیدی تطبیق کردن حکم الله. کسی که در حکم کردن الله دیگر منهج را اختیار میکند، البته این موحد نیست و شرک را اختیار کرده است. و توحید متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پنجمین توحید متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ما باید یگانه پیامبر صلی الله علیه و سلم را متابعت بکنیم در قرآن و سنت، در قرآن و سنت باشیم، منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم را بگیریم. و البته شبههایی که اینو میبرن، همه شبهه به همه شبهه اینا جواب داده میشه. شبهه اینها اولا تمام شبههاشون ضعیف است، سندهای ضعیف دارد. دوما به تمام شبههایی که مرجئه ها میارن الحمدلله جواب داریم و جواب داده میتوانیم. بارک الله فیکم. لیکن که من از شبهه اینا صدها که شبهه اینا هست، از قوی ترینش 5 تا که است، حالا نمیخوام به شبهه اینها جواب بدهم. بارک الله فیکم. شبهه های علمی حقیقی اسلامی هم ندارن، فکر اندیشه های دارن که ما دین ما به فکر و اندیشه برپا نشده است. دین ما قرآن است و سنت است و صحابه هست، صحابه به فهم صحابه. ما این دین ما است، ما به همین به نزد الله می رویم و به همین به نزد الله محشور می شویم و به خاطر یک اندکی روز نمی خواهیم که اسلام رو به کفر عوض کنیم. بارک الله فیکم. پس این بود مختصر دلیل ما. البته دلیل های زیاد باز داریم، هم از قرآن و هم در سنت. و این یکمین از همه سختترین مشکلی تمام حزب‌هایی که امروز وجود دارد. به سبب همین ما میگیم که اینها مرجئه هست. چرا مرجئه هست؟ مرجئه چی گفتن؟ یعنی اینها
تطبیق عمل رو به تأخیر میگذارد، عمل رو از ایمان جدا میکند. اینها میگوید که حکم کردن نکردن حالا در این عصر ضرور نیست، انسان کافر نمیشود. این چنین سخنها میگد و عملی که انسان به ترکش کافر میشد این رو به یک طرف میگذارد. و بعضشون به گفته ابو حنیفه تکیه میکنند. البته گفته ابو حنیفه رو نفهمیدن. گفته ابو حنیفه به گفته جمهور اختلاف لفظی است، نه اختلاف معنوی. اینها این سخنی که مرجئه میگن، این مرجئه البته جهمیه ها این سخن رو میگن. بارک الله فیکم. مرجئه جهمیه ها تطبیق شریعت رو رد میکنند. و ما میگیم شرک، وقتی که توحید رو غلط فهمیدید شرک رو غلط میفهمید. برای همین ما داریم شرک در طاعت، شرک در عبادت، شرک در دعا و شرک در تشریع. برادران عزیزم بارک الله فیکم، حالا ما در مسئله شرک نمودیم، ان شاء الله در حلقه‌های آینده در مسئله شرک صحبت میکنیم. نمودهای شرک در تشریع، شرک در حکم، یعنی هر کسی که در حکم کردن به الله کسی دیگر را شریک سازد، بشر را شریک سازد. قانون دموکراسی از نظر مردمی یعنی حکم الشعب بالشعب، یعنی خواست مردم کتی مردم را اداره کردن. اختلافی هست، بعضی دیگر میگن، بعضی این است میگن، بعضی چیز دیگر است میگن. عمومی گپ این است که دموکراسی حکم الله هست یا غیر الله، حکم غیر الله. پس به حکم غیر الله حکم کردن این شرک است، شرک در حکم است. علما میگن کسی که راضی میشود که با دموکراسی یا غیر دموکراسی به غیر حکم الله حکم میکند، نه فقط شرک در الوهیت میکند، این در تمام نمودهای توحید شرک میکند. در شرک در الوهیت میکند. چخیل نمودش این است که یعنی غیر الله رو میپرستد، برای اینکه این هم عبادت است. چخیلی که دعا کردن عبادت است، میگیم تطبیق شریعت عبادت است. وقتی که تطبیق شریعت را به یک طرف میبرد و تطبیق دموکراسی رو انجام میدهد و حکم غیر الله رو انجام میدهد، این دلالت میکنه که این انسان چیکار شده است. این انسان الله المستعان در الوهیت به الله شریک ساخته شده است، در الوهیت به الله نید شریک قرار داده شده است که شرک است. البته شرک است. و قسم دوم این در ربوبیت شرک قرار میدهد. حتی علما میگن در ربوبیت هم به همین سبب شرک قرار میدهد. چرا که در الوهیت در ربوبیت ما میگیم که حاکم این دنیا یگانه الله است، اما یک ایده میآیند میگن که یک وقت معین، یک سال، 2 سال، یک ماه، 2 ماه، یا که هیچ گپی نیست، مشکلی نیست، تو یک با پاهامو راست شدن و درست شدن میگیرد که به غیر حکم الله حکم بکنیم. این سخن از کجا گفته شد؟ آیا الله و رسولش این سخن رو گفت یا نگفت؟ نگفت. پس این در ربوبیت خودشان رو همچون یک انسان‌هایی چی میکنند؟ سازنده حکم خودشان رو برابر الله میکنند. ما میگیم سازنده حکم صاحب فقط الله است. اینها اعتقاد دارن که بغیر حکم الله هم کردنش ممکن است، یا ما هم بعضی تغییرات‌های در آورده به حکم میتوانیم، که البته این شرک در ربوبیت است. و شرک در اسما و صفات است. علما میگند شرک در اسما و صفات این است که یعنی کسی که تطبیق غیر شرعی رو موقتا یا عموما جایز میداند، حاکم این صفت الله است. الیس الله باحکم الحاکمین؟ حاکم این صفت الله است و این نام الله است و هیچ کسی حق ندارد که این صفت رو به خودش بگیرد. انسان هایی هستند که میگن که نه ما حاکم نیستیم، ما قبول نداریم، ما حکم از جانب الله است، لیکن عملا حکم غیر الله رو وقتی که حکم میکنن این دلالت میکند که به لسان مقالشون اینها دلالت کردند. ما میگیم لسان قول، لسان مقال. بعضی انسان ها به لسان قول یعنی به زبانشون نمیگویند کفر رو، اما عملا اجرا میکنند کفر رو. ما به دهان این نگاه نمیکنیم که کی کفر رو میگه. یگان مسلمانی که مرتد شده است نمیگه که من کافر میشم یا کافری رو اختیار کردم، کفرم. اینها به فریب و نیرنگ میآیند. خیلی که علما بیان کردن شیطان همه وقت یک راه خود رو دارد و هیچ وقت کافرها را به سر شما آمده نمیگه که کافر شوید. به سر شما یک مسلمان مرتد شده که ارتدادش رو روس میکند، به مانندی که ترکیه رو خلافت اسلامی عثمانی رو ویران کرده بود، آتاتورک خود رو همچون یک مجاهد گرفته بود، انمین طور میدارد آیسته ویران میشه. بارک الله فیکم. و این مسئله بود. و البته در این مسئله سخنهای زیادی هست و برادر گفته است که این از گروه ها حالا بیخبر است. ما برادر از این قسم به الله میخوریم که والله بالله تالله چنانه که ما از فرقه ها، هم از فرقه های گذشته و هم از فرقه های متقدمین
خبر داریم از نظر قرآن و سنت، نه از نظر کلامی فلسفه و منطق و فکر و اینچنین، از نظر دموکراتی و اینچنین، نه از نظر قرآن و سنت و از نظر پلیتیک اسلامی، سیاست اسلامی، نه از سیاست دموکراتی یهودی، از سیاست اسلامی که خودی بنده تخصصم سیاست اسلامی است و در همین مسئله در دراسات علیا هستم، در ماجستری بالاش. اون مقصد چیست؟ مقصد این که از فرقه ها معلوماتی که ما داریم، از این گروه ها، از حزب ها، از تمام فرقه ها معلوماتی که ما داریم الحمدلله کافی است، شافی است. ما خود رو کامل نمیگیم، لیکن نسبت حزبی ها کافی است، یعنی کاملیم، لیکن باز روز به روز ان شاء الله حرکت کرده هستیم. کمال صفت الله هست، ما ناقصیم، لیکن نسبت دیگر یعنی اهل بدعت ما الحمدلله در این مسئله خبر داریم و سخنمون رو نه از تعصب، نه از بدبینی شخصی معینی، نه از پول مال، نه به خاطر حکومتی، نه به خاطر چیز دیگری، به خاطر الله سبحانه و تعالی میگوییم و امیدواریم که الله به ما اجر دهد و امیدواریم که وظیفه خود رو ادا کرده باشیم، که وظیفه هر یک طالب علم و علما در وقت فتنه و در وقت کمبودی همون کمبودی رو بیان کردن. کمبودی در یک طرف خوب کند، من در دیگر مسئله صحبت کنم. این از فقه هم نیست، این یک از همت طالب علمی هم نیست. بارک الله فیکم. اما طالب علم همراه اونها هستند یا نیستند، به ما فرق ندارد که کی همراه اونها است. طالب علم هست یا نیست، ما نمیگیم ما همه طالب علم حق است، نمیگیم. هستند طالب علمایی که حالا مرجئه هستند، حالا نفهمیدند حزب چیه، حالا نه ایمان را نفهمیدند، مسئله ایمان را حالا نفهمیدند، مسئله کفر را جدا کرده طالب علم بسیارش نمیتواند. البته این انسان ها میرود به نزد کسی خود میرود و عبرت ما، الگوی ما طالب علم نیست، الگوی ما علما هم نیست، الگوی ما صحابه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، چه که الله سبحانه و تعالی به ما خبر داده است. اسوه حسنه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. و شما ای مؤمنان پیامبر صلی الله علیه و آله این الگو و این نمونه زیباترین است، کسی که الله را میخواد، رسول الله را میخواد. بارک الله فیکم. یا که در بسیار بودن انسان ها همراه اینها، کم بودن انسان ها به همراه ما، این هم دلالت به حق بودن کس نمیکند. ما منهج داریم که این از منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حدیث اومده است که اصلا از قرآن است که همیشه اهل باطل زیاد است در دنیا، همیشه اهل باطل زیاد است. منهج دوم همین است که زیاد بودن یک گروه یا که پیروی زیاد داشتن یک گروه دلالت به حق بودن اون نمیکند. در بعضی حالات حق در با همراهی یک نفر است. بارک الله فیکم. و این مسئله یکم، مسئله حکم شرعی خطابی در حزب نهضت. مسئله دوم ولا و برا. ولا الولا دو رکن دارد، ولا دو رکن دارد. ولا دوست داشتن مؤمنان با قلب و عملا با جسم همین دوستداری را آشکار کردن. برا بد دیدن کافران به قلب و عملا با ظاهرا بد دیدن را آشکار کردن. همین ولا و برا رکنی کلمه لا اله الا الله هست. شروط لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله به همین زنده نمی شود. علما اجماع میکنن که کسی که ولا و بلا را ندارد، لا اله الا الله به وی مفید نیست، فایده ندارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان ذکر میکند ای امانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را به خود دوست قرار مدید. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یهود و نصارا را دوست خود قرار ندید، اونها رو بد بینید، هم به قلب و هم عملا اجرا کنید. من نمیگم که شما به من نقل کنید که عربا چرا میکنند نمیکنند. من به شما منهجم رو ذکر کردم. منهج اینجا عرب و عجم نیست. منهج سخن اینجا درباره حق رفته شده است. برای اون که بعضی جاهلا درا شروع میکنند به آل سعود میگردد، به چیزی میگردد که حتی آدم به این خیلی جاهلا صحبت کردن یعنی شرم میدارد در آخر امر. مقصد چی است؟ مقصد حق همین است که انسان باید بد بیند به یهود و نصارا و بدبینی کند، به آنها مقاطعه کند، به کافران مقاطعه کند. لیکن سوال میتند نهضتی ها که خیر اگر ما به اینها مقاطعه کردیم مسلمان ها به ما یاری میکنند یا مسلمان ها یاری نمیکنند، مجبور ما به کافران میریم. ما میگیم که به خاطر چی به کافران میرید؟ به خاطر اینکه به شما یاردم کنند تا که دموکراسی زنده بکنید؟ نروید، مرحمت حزب بندید، محکم کنید، روید مثل یک مسلمان عادی زندگی بکنید، دین آموزید، فرزندانتون رو مسلمان تربیت کنید. معنای سخن این نیست که اگر وقتی که یک عمل رو اینجا کردن نتوسید همین عمل رو به خاطر کفر باشد هم انجام بدید. ما قاعده داریم لا ینکر منکر بالمنکر. کفر رو با کفر گرداندن این کفر است. کفر رو با کفر نمیگردانید. قوت دارید، توانایی دارید، مرحمت به قرآن و سنت به منهج پیامبر برایت تغییر دید، ندارید
کافر مشوید، به کفر دست نزنید، مرحمت ترک کنید، آرامانه زندگی کنید مثل مسلمان عادی. الله از ما فقط از طاقتمون میطلبد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از طاقت ما هیچ چیزی بالا عمل کردن ضرور نیست، یعنی کافر شدن ضرور نیست به خاطر دعوت کردن. به خاطر من آزادی می آورم گفتن یا مسلمانی یک کار کردم میبرم گفتن با کافر همکاری کردن در هیچ جای قرآن آمده است. وقتی که نشد، وقتی که دیگر مسلمان به شما کمک نکرد، ترک کنید، آرامانه زندگی کنید، آرامانه زندگی کنید. اگر در بین کافرها زندگی کنید، با همین عقیده زندگی کنید که کافرها بدند، آرامانه نماز نخونید، روزتون دارید، عقیدتون در دلتون جا کنید، روزی از روزها دعا کنید، ان شاء الله میرسند. مهم این است که به نقشه اونها، به همکاری اونها، به نتیجه به خواسته اونها کار نکنید. برای اینکه یهود و نصارا هیچگاه به شما بی عوض کار نمیکنند. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از شما راضی نمیشه تا همون زمانی که به دین اونها باز نگردید. این قرآن است، سنت است. لیکن بعضی ها عقیده دارند که قرآن و سنت قدیم می شود، این سخنان قدیم است. اعوذ بالله من ذلک، کفر است. پس تمام حزب هایی که امروز وجود دارد، اگر به موضوع بازگردیم، خواه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، یا حزب ترکیه اسلامی هست که سردارش اردوغان است، یا که مالزیا هست، یا که اخوان است، تحریر است، چی است؟ یگان نفری از اینو، یعنی یگان گروه از این گروه های حزبی پیدا شده در اسلام تطبیق ولا و بلا رو ندارد. مرحمت نگره به مرسی آمد، اخوانی ها به سر حکومت آمد، 1 سال زیاده از 1 سال حکم در زیر دستش بود، هیچ کار در مسئله تطبیق شریعت انجام نداد، فقط دموکراسی کمتر زیادتر کرد. باز به کافر خواست که خودش رو باز نزدیکتر کنند. گفت ای کافرها ببینید ما آدمای شماییم، ما آزادتر گذارید، ما بی‌ملال کار کنیم. اونها رضاگی الله رو فراموش کردند، گمان کردند که کافرها یک وقت به ما باور کند، ما ساتیت ما کافرها را فریب میتیم و بعد از این تطبیق شریعت میکنیم. این گجا هستیم، رضاگی الله گجا است. ما قاعده داریم که الله وقتی که ناراضی میشود، البته این کافر به بالای شما تسلط میکرد. الله اینها رو نابود کرد و همون انسان هایی که در زیر دستش بود برآمد اینها رو شرمنده وار از حکم گرفت. و علما در حقیقت حکم کفر جماعت الاخوان رو در همین حکم مدت 1 سال 2 سال موندند. گفتن یگان تطبیق شریعت نکرد، فقط مسلمان کشی کرد، در سینو رفتند، فقط برکت ها مسلمان کشی کرد. این مختصر سخن است. حجت در این مسئله بسیار است. یا که به من شما نقل کنید که کدام از جماعت های اسلامی، حزب های اسلامی به کافرها ولا و برا دارد؟ همیش در زیر دست کافر است. حزب نهضت بیچاره در زیر دست کافر و مرتد است. از یک جهت نوکری تشکیل شده از دست نهضت است و تا امروز به پول نهضت زنده به پاش ایستاده است و این خودش ناز میدوند که این جایز نیست و این حرام است. اینو لشکری رافضه هست. اگر به یهود و نصارا همکار نکردن، به همون رافضه همکار کردنش این خودش بس است. رافضه از یهود و نصارا بدتر است و مرتد است و حکم مرتد سخت‌تر است از کفار اصلی. حالا که اینها دستشان را تا آرینج به کافر هم داده اند و خلاصی روزی دیگر وجود ندارد. و اخیر اعلان اینها وقتی که نظر میکنید فقط دموکراتی کردن جامعه است، حریت، دموکراتی، این و این یک شرمندگی است و خیانت کردن به اون شهدای 100,000 نفری که در این مدت جنگ ها وفات کرده است. این خیانت از اول صلح شروع شد تا آخر از سبب صوفی بودن و نفهمیدن منهج اهل اسلام و اهل سنت و جماعت بود. پس الله المستعان. این مسئله دومی ولا و برا بود که مسئله عادی نیست برادرم. این مسئله وضو نیست، این مسئله زکات نیست، این مسئله رکن دین است برادر. ولا و برا نباشد کافر میشه، انسان کافر میشه. و شما میگید خطاگی سیمی اونها رو بیان میکنید. بارک الله فیکم. خطاگی سیمی اونها این است که آیین‌نامه‌شون رو نظر بکنید، از آیین‌نامه اونها میفهمید. خطاگی سیمی اونها این است که رد زدن و طرفداری کردن کفر و رد زدن باز اهل سنت و جماعت. اینها در جامعه تاجیکستان در آخر تا این درجه خواستار دموکراسی خود را، دوستداری خود را به کافر آشکار کردن که هر روزشان و هر دقیقشان رد زدن به اهل سنت و جماعت بود. الله خورشان کرد. و این خطاگی اینچنین به نهایت مهم است. باید دانسته شود که تمام حزب‌هایی که امروز در روی عالم هستند، حزب‌های دموکراتی، فقط نیش میزنند، ضربه میزنند به علمای اهل سنت و جماعت و طالب العلمان اهل سنت و جماعت. اینها رو تروریست میگن، والله علم، وهابی میگن، سلفی میگن، متشدد میگن، ریشه تراشیدند، گالستوک زدند. ما هیچ چیزی نگفتیم، مالش کفر کردند، هیچ کسی چیزی نگفت. اینها گمان میکنن که الله اینها رو میگذارد. الله خورشون کرد.
و الله نه فقط حزب نصر اسلام، تمام حزب‌ها رو خور کرد. از تحریر شروع میکنه تا دیگر، یگان نتیجه از دست اینها نآمد. نتیجه یگانه اینها اردوغان است. اردوغان چی کار کرد؟ اردوغان آیا دموکراتی رو تغییر داد؟ آیا دولت اردوغان از دولت گرمانیا یا استرالیا یا از امریکا یگان تغییرات دارد؟ تغییرات ندارد. میره در یک کوچه یک مسجد وجود دارد، در همون کوچه زیناخونه وجود دارد، در همون کوچه لیزبیان ها میگه دختر به دختر زینا میکرده وجود، در همون کوچه، در همون راه، عیناً همون راه نزدیکش اطرافش خانه های لیواطی وجود دارد. فقط ساعت معین کردن، گفتن از ساعت 10 شب تا 1 شب روید چیکار خواهید کنید. همین است مگر شریعت. علما، یکی از علمای بزرگ اسلام سلیمان العلوان حفظه الله و ثبته الله در حال در درون ترمه سعودی هست و ناصر الفهد، اینها کتاب های خاص می نویسند. ناصر الفهد کتاب می نویسد که تبیان علی کفر من اعان الامریکان فی افغانستان و العراق و اینچنین سنوان در نواقض الاسلام میگن که سبحان الله سخنی زیبایی بینید. ضرر این حزب هایی که دموکراتی میخواهند به اسلام از کافران بدتر است. چرا که مردم عامه و عادی مسلمان وقتی که یهود و نصارا رو نظر میکنن میگویند که اینها کافر است و اینها تطبیق شریعت ندارد و همه کاری که از نظری دولت دار میکرد کفر است. اما میگه وقتی که اخوان یا که حزب یگان حزب هایی که دموکراتی رو میخواهد حکم رو به دست گرفت، اینها حجت از قرآن و سنت میآورد که دموکراتی کردن جایز است. یهود و نصارا به شما حجت نمیبرد که دموکراتی از قرآن و سنت جایز است. عقیده مردم عامه رو کافر نمیکند، کفر به نمیبرد، به کفر نمیبرد. اما این حزب ها عقیده مردم عامه مسلمان ها 1 میلیارد رو به کفر میبرد. چرا؟ برای دفاع کردن نفس و کرسی خودش دلیل از قرآن و سنت میآورد که این عمل ما گویا عملی جایز است، این است، آن است، شبهه، فلسفه، منطق، کلام، سخنهای سفسطه بیهوده که هیچ به میزان ترازوی قرآن و سنت راست نمیایستد و کفر است میآورد و مردم های عامه که جاهل است، علم ندارد، از منهج اسلام، از راه اسلام دور میکند و البته این ضرری بدتر است. و انا من از همه مهمترین سختترینه که من فقط کفریات را ذکر کردم، اما از نظر بدعت و خرافات از 10 تا 20 تا 100 خرافات و بدعت و کمبودی یافت میشد. لیکن ما مقصد ما البته در تنقید هم رحم میکنیم، ما کمبودی را نمیگوییم. ما حالا درباره سر و لباس و این و آن صحبت نداریم، ما درباره سلام کردن کبیری با فلان صحبت نداریم، در شخصیت ها صحبت نمیکنیم. الحمدلله ما دعا میکنیم که الله همه برادران ما رو، همه این تاجیک های بیچاره رو هدایت کند و از این رو دست جمعانه به قرآن و سنت چنگ بزنیم. و این امر الله هست که الله میگه ای برادرای عزیز، الله امرش این است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به قرآن، به حبل الله چنگ زنید و جدا نشوید. حبل الله قرآن و سنت است به اجماع علما. پس بیایید شما به امر الله اطاعت کنید. ما الحمدلله میدونیم که در امر الله هستیم و خود شما گرچند که شکاک میکنید میدونید که ما در امر الله در چنگ قرآن و سنت هستیم. بیایید توانستیم یک چیزی رو ایجاد بکنیم، توانستیم، نتوانستیم لااقل در روز قیامت به الله میگیم که کوشش کردیم و نتوانستیم و قدر استطاعت ما همین بود. و الله امر کرد فتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید تا قدری که میتوانید، تا از عهدهش برآمدن ترسید. و اینچون امر کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم، هر اون چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم به شما امر کرد به قدر استطاعت و تواناییتون اجرا کنید. وقتی که نتوانستید مرحمت چیزی که میتوانید همین رو انجام بدید. بارک الله فیکم. و فکر میکنم انا من رحم است که فقط از مسائل مهم صحبت شود، جزئیات، طعنه‌زنی ها نسبت شخص ها و دیگر چیزها الحمدلله ما پناه به از الله میبریم. اگر گفته باشیم عذر میخوایم، طعنه‌زنی از نسبت شخص کسی باشد و هر چیزی که ثواب بود از الله و از دینش و از رسولش و هر کس چیزی خطایی بود، کمبودی بود، این نسبت به خود بنده حقیر و صغیر. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.